اینجا دفتر مرکزی رادیو آزادی است و شما برنامه خبری رو تماشا دارید. شعله گل خوجی هستم. سلام. نخست مروری میکنیم به سرخط موضوعی امروز 29 اکتبر. تاجیکستان زیر چنگ و غبار بادی افغانی از کشورهای همسایه وارد شده و گشت و گذار مردم را مشکل نمود. پزشکان و کمیته حالتهای اضطراری به احتیاطکاری دعوت میکنند. جوهر دارم از همین حساب من همه وقت در باد هوای همین خیلی من دیگه نفس میشه، نفس گیریم دشوار میشه. از فرودگاه به هوا خست و ناپدید شد. سقوط یک هواپیما با 188 مسافر در آبهای اندونزیا. عملیات جستجویی ادامه دارد. ابزارهای صدایی به کار میبریم و سپس غواصان را میفرستیم تا جای قوطی سیاه را معلوم و آن را پیدا کنیم. و از یگانه منبع درآمدش محروم شد. زنی که با عروبکشی زندگی 4 فرزندش را پیش میبرد حالا خیابانی و دستنگر شده است. یگان چیز ندارم. من فقط با طلبیدن و بچه کده روز گذشتن نمیشه و من از به طلبم عرب خرم. دو روز به این سو در تاجیکستان چنگ باد چرخ میزند. به گفته مقامات مرکزی هواشناسی باد افغانی تا چند ساعت دیگر ادامه خواهد داشت و به دنبال آن هوای تغییر یابنده پیشگویی می شود. طی سالهای اخیر چنین چنگ بادها پیوسته به مشاهده رسیدند که اثرات نامطلوب هم در پی داشته است. پزشکان توصیه میدهند که در این شب و روز ساکنان از نقاب طبی استفاده نمایند. برای یوسفی خیابان‌های غبارآلود شهر دوشنبه را به نوار گرفت. ҳавои ғуборолуда ва хокбориш ки тақрибан тамоми тоҷикистонро фаро гирифтааст ҳоли гирифторони бемориҳои роҳҳои нафасро бад кардааст. نفس از حسابی که من زاب دارم، جوهر دارم، از همین حساب من همه وقت در باد هوای همین خیلی من دیگه نفس میشه، نفس گیریم دشوار میشه. هر ویروسی که در همین هوای گرد و چنگ هستند، این ویروس ها که با ارگانیسم داخل میشن بسیار کسری های که سیرایتی را به وجود میارند. сокинон маҷбуранд дар як рӯз чанд бор хонаву ашёҳои хонаро пок кунанд. бархи сокинони баландманзилҳо ки хонаҳояшон батареяҳои гармидиҳӣ дорад шикоят доранд ки бо иллати хокбориш тирезаҳояшонро кушода наметавонанд ва манзилҳояшон гарму нафасгир шудааст. ҳама то дуруни хонаро чанг медроя, ҳама пури чанг пок мешавад. ҳаволӣ намешавем, бо саҳар мебинӣ ягон гар ба шуштагӣ монанд неста. ронандаҳое ки дар хиёбонҳои шаҳр ҳаракат мекунанд мегӯянд хокбориши 2 рӯзи ахир кори онҳоро ҳам мушкил кардааст. аз тарси ҷазо нагирифтан барои мошини ифлос аз ҳаракат дар кӯчаҳои марказӣ худдорӣ мекунанд. ҳам бовар кунед айдина як 4-5 маротиба мошинро шуштем. мошини ғаш боша бо нами милисоҳо меқапан ғам метиҳанд. то дурунои мошина шушта истем, триза пас мекунем, чанг хок ҳама дурунои мошина ҷазир мешавад. ҳавошиносони тоҷик мегӯянд боди хушку олуда ба гарду ғубор ки аз шимоли афғонистон ва узбекистону туркманистон ба тоҷикистон ворид шудааст сабаби хокбориш гардида ва чунин вазъ то шоми 29 октябр идома мекунад. баъд аз имрӯз мумкин аст борон борад ва хоку гарди чеҳраи душанбе ва дигар минтақаҳои тоҷикистонро бишӯяд. رو می‌آوریم به موضوع دیگر. در آب‌های اندونزیا جستجوی پره‌های هواپیمای سقوط کرده جریان دارد. مسافربری شرکت لاین ایر همگی بعد از چند دقیقه بلند شدن از فرودگاه ناپدید گشت. سرنوشت ده‌ها سرنشین آن تا به حال ناروشن است. طایر سفر موضوع را ادامه می‌دهد. هواپیمای مسافربری بوینگ 737 با 180 مسافر روز دوشنبه اندکی دورتر از جزیره یاوه سقوط کرد. هواپیما از جاکارتا به شهر پانکالپینانگ در جزیره سوماترا پرواز میکرد و بعد از 13 دقیقه از رادارها ناپدید شد. رئیس اداره امنیتی پروازهای اندونزیا گفت پره‌های هواپیما را در بحر یاوه پیدا کردند. در محل فلاکت عملیات جستجو و نجات ادامه دارد. ما برای تحقیق قعر بحر ابزارهای صدایی به کار میبریم و سپس غواصان را میفرستیم تا جای قوطی سیاه را معلوم و آن را پیدا کنیم. خویشاوندان مسافران با امید گرفتن خبری درباره عزیزانشان در فرودگاه جمع آمدند. مقامات رسمی گفتند پیش از قطع شدن ارتباط با هواپیما خلبان‌ها درخواست بازگشت و فرودگاه کردند و ناظران رضایت دادند. شرکت لایون ایر گفت خلبان‌ها سابقه دار بودند.
شرکت بوئینگ گفت که خبرها درباره فلاکت هواپیمای استحصال کرده‌اش را از نزدیک پیگیری می‌کند. بازم برمیگردیم به تاجیکستان. بعد انتقاد کمیته زبان و اصلاحات تاجیکستان از نامهای روسی و خارجی، اکنون شرکت‌های وطنی کوشش دارند در نامگذاری از عباره‌های تاجیکی استفاده برند، اما این نام‌ها نیز با وجود بزرگیر بودن ظاهراً به تب دل زبانشناسان نیستند. مشکل در چیست؟ زرانگیز نوروزشاه و شعلای عبدالله این موضوع را پیگیری کردند. گپ نیست، گنده زور. نه، من با شما با ژارگون صحبت ندارم، بلکه این نامگویی چند حسیب است که در این فروشگاه به فروش گذاشته شده است. این ژارگون، عباره و کلمه های جالب امروز در مال و محصولات خوراکه در فروشگاه های کشور با زبان تاجیکی خیلی زیاد دیدن ممکن است. بعد تنقیدهای کمیته زبان از استفاده اصطلاحات خارجی و بیگانه، شرکت‌های وطنی به نام‌های تاجیکی رو آوردند. این نام‌ها هم اکثراً از عباره‌های معمول و کلمه‌های ساده، اما با گفته مسئولین شرکت‌ها جالب عبارتند. نام‌های آسان مردم بسیارتر استفاده می‌برند. در خاطر مردم تستر ماندن، همین نام‌های هم مثال ماندن استفاده می‌برند که گپ نیست، گنده زور. مسئولین شرکت‌ها باور دارند که چنین نامگذاری توجه خریدار را به مال آنها بیشتر می‌کند. نیم سال پیش وقتی که پولونچه به دوشنبه اومد، در همه جا پلاکت‌های یعنی پولونچه، من پولونچه به دوشنبه اومدم، تا سالن من پولونچه گفته اومدگی بود، مثلا همه اینترس نبود. همین رکلام‌های ده همه مغازه میگفتن که همین چی محصولات است، ما مثلا فهمیم که چی است چی نیست، مزه‌اش نفهمیم. کمیته زبان، مقامی مسئول بر پاکیزگی زبان، چنین کلمه و ژارگون‌ها را کوچگی می‌نامد و استفاده آن را خلاف قانون می‌داند. تمام این نوشتجات‌ها باید در اساس زبان ادبی یا که زبان معیاری برآورده شود. وقتی که ما یعنی مسئله خصوصا نامگذاری مثلا چی کارخانه‌ها، تشکیلات‌ها، چی نامگذاری محل‌ها و چی نامگذاری محصولاتی که استحصال می شود، همه آنها نامگذاری هستند و همه این نامگذاری باید در اساس زبان دولتی برآورده شود. تحلیلگران میگویند شرکت‌ها اصلا در نامگذاری مال و محصولات خود بیشتر به ذوق خریدار تکیه میکنند. سبحان جلیلوف که عباره ترغیباتی ایجاد میکند، میگوید برای بازارگیر شدن مال و محصولات نام‌های نو و جالب باید انتخاب کرد. و نام‌های سبک باعث میشود که ذوق شنونده که بسیار ذوق خریدار که کمک پایین‌تر است و توجه میکند به این چیز. به تاکید تحلیلگران، با راه سنجش‌های پی در هم جریمه شرکت‌ها و سوزانیدن محصولات نمی‌شود برندهای تاجیکی را پرمحتوا و موافق به معیارهای زبان ادبی کرد. 90% خریداران آن محصولات را انتخاب می‌کنند که الکی نامش برایشان آشنا است. پژوهش‌ها معین کردند که در 70% حالت‌ها شرکت‌ها محض با دلیل انتخاب نادرست نام برای محصولات مفلس شدند. 11% استفاده برندگان باشند از محصولاتی که بار اول نامش را میشنوند رو گرداندند. تهیه‌گران و آفرندگان مواد ترغیباتی و رکلاموی در تاجیکستان میگویند با آنکه جانبدار پاکیزگی زبان تاجیکی هستند، طلبات بیش از حد مخامات نباید مانع رشد بازار رکلام و تخیل و نوگانی در تبلیغات شود. شما برنامه خبر را مستقیما تماشا دارید. زنی که 3 ماه پیش در صحبت با رادیو آزادی گفته بود با مهنت وزنین اما حلال روزی فرزندانش را می‌یابد، اکنون طالبنده شده است. شهروند قزاقستان که 12 سال پیش به دنبال بخت به تاجیکستان آمده بود، مدت شبها را با 4 فرزندش در کوچه روز کرد. حالا نیز تقدیرش معین نیست، چون در نزدش انتخاب گذاشتند، یا به وطن تنها برمیگردد و یا با فرزندان میماند و در تاجیکستان آواره‌گردی میکند. المیرا از این دو راه کدامی را انتخاب کرد؟ از افسانه اکابر شاه میشنویم. المیرا از دور دنیا یک عرابه داشت که رزقش را از آن میافت. آن را هم دزدیدند. اینجا یک ماه ماشین است که من عربه نکشتیستم، فقط میطلبم زندگی همه گذار که من میبرم. کار گفتیستم، کار نیفتیستم. در اتوبوس گفتیستم که من چی بگیریم؟ اینجا میگه کاندکتر بگیریم. من کار کنم ایدم نشدیست، یکو جای نیفتیستم. المیرا شهروند قزاقستان است و اسنادش را گم کرده است. او از مقامات تاجیکستان خواسته بود برای تهیه حجت و رفتن او فرزندانش به قزاقستان کمک کند. جواب مقامات المیرا را دلسرد کرد. من عمره گفتم که ای تاجیکستان تواشتگی
توجیکستان تواشگی برای همین توجیکستانی گفت نمانده گرانست که توجیکستان گفت تواشگی. رادیوی آزادی 3 ماه قبل روزگار سخت این زن را نقل کرد. آن وقت هم المیرا از مشکل اسناد، شرایط سنگین زندگی و نداشتن جای زیست قصه میکرد. بعد نشر این گزارش سفارت قزاقستان در دوشنبه المیرا را دعوت کرده گفته است آماده است برای انتقال او و 4 فرزندش به قزاقستان کمک کند. پدرش هم به سراغش آمد. پدرم آمد، بچه عمکم اومد، ای اومد. ما یه قطعه گپ زدم اونجا رفتیم که گفت که گودکویا با اینترنت بسپاره خود تمایل جواب. تا آماده شدن حجت و حل مشکلات حقوقیش المیرا مجبور است در تاجیکستان بماند. در حجره نیم ساخت گوهربی فراش بازار زندگی می کند. یک هفته شد امی زنک در بازار خواب بود. کودکش خانه خوردگی گریست. بعد مفتم خیر رفتیم خونه مده. من یک خونه دارم خونم سازه. مایلی بیا بریم همونجا میستیم گفتم. استالو ودا خواب میکرد بیچاره. یگان کس رش میداد خواب میکرد نمیدادنش با ستککش میگشت بازار با بازار. این زنی 33 ساله در 4 سوی زندگی در مانده است. از یک سو میخواهد به وطنش قزاقستان رود، از سوی دیگر نمیخواهد از فرزندانش جدا زندگی کند. من اینجا خانه ندارم، جای ندارم. یک خانه بته که خیلی خانه در زندگی کنم. یگان چیز ندارم. من فقط با طالبیدن و بچه کده روز گذشتن نمیشه. من از با طالب عرب خرم زندگی ما بارم. نگاه میاندازیم به افغانستان. خشکسالی در این کشور صدها هزار نفر را بیخانمان کرده است. در این کشور جنگ زده در 2 سال اخیر با سبب نامساعد آمدن باد و هوا ساکنان مجبور شدند که مکان زیست را ترک کنند و به نزدیک شهرها بکوچند. گزارش بعدی ما در همین باره است. فرار از دست بدترین خشکسالی در افغانستان. احمدی 40 ساله کشاورز و عائله‌اش کناره‌های شهر هرات را مانده اینجا آمدند. آنها از جمله 250,000 نفری هستند که به سبب خشکسالی در غرب افغانستان بیجا شدند. سال گذشته خشکسالی بود، امسال بدتر شد. کشت کردیم همه چیز سوخت. از طرف دیگر جنگ ها شدت گرفت. از بس که چیزی برای خوردن نداشتیم اینجا آمدیم. مناقشه های مداوم در افغانستان میلیون ها نفر را بیجا کرده است. تلفات در بین مردم امسال به حد رکوردی بالا رفت. اکنون نارسایی آب مصیبتی دیگر شده است. ما پروای جنگ در افغانستان نداشتیم چون قرن هاست ادامه دارد. ما با دهقانیمان خوشحال بودیم اما به سبب خشکسالی کودکانمان گشنه ماندند و اینجا آمدیم. برف و باران کم و هوای خشک زمستان سال گذشته ساحه کشاورزی کمر اقتصادی افغانستان را شکست. در مقایسه به سال 2017 ما تقریبا 100% حاصل را از دست دادیم. سازمان ملل میگوید اکنون بیشتر از 1 میلیون نفر محتاج کمک‌های غذایی شدند. خشکسالی مصیبت دیگر است که به زندگی سخت مردم کشور گرفتار جنگ و نزاع ضم شده است. این مردم برای زنده ماندن به کمک محتاجند. خشکسالی از یک طرف، از طرف دیگر ناامنی آینده افغان‌ها را در این سرزمین جنگ زدهشان نامعلوم کرده است. و گенرال فیضلو گادویف سردار پیشین ریاست مبارزه ضد مواد مخدر وزارت کارهای داخلی تاجیکستان هنوز تحت جستجوی بین‌المللی است. فیضلو گادویف بر اساس 5 ماده کدکس جنایی از جمله قاچاق مواد مخدر، پولشویی، سوء استفاده از منصب و رشوه‌گیری عیبدار و غایبانه به 28 سال زندان محکوم شده است. حکم او را دادگاه عالی تاجیکستان روز 15 اکتبر امسال صادر کرد. برای امروز برنامه خبر رو خلاصه میکنیم. اگر میخواید خبر گزارش های از این بیشتر رو پیدا نماید پس دعوت میکنیم که به وبسایت ما www.azadi.org بروید. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی برای شما عزیزان است. آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب نیست. فردا شما رو با خبرهای نو منتظر میشویم. تا آن وقت شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. تا فردا، خدا نگهدار.